امروز آمدیم سالنگ. میریم طرف ولایت های سمت شمال. این برباری هم از هوا هم زیاد سرد است. کسایی که میان کوشش کنین در را زیاد احتیاط کنین. چقدر میشه است؟ 8 سال. خب چیزا را دیگه تجربه داری، طوفان و برف کوچه و چیزا را. باره بیخی زیاده تیز ده، یخم دیر ده. بوری ده سالنگ ماحول. یک جنجالک شد به خدا قسم این تفنگ کشیدن سر زو. سر مسئول کار. که میزنه من تو چطور میشه چنا میشه من به خاطر خودم میگم میزنی. تشکر کاکا. تشکر. خدمتایتون قابل قدر است. زنده باشین. بخیر باشین. چند بگیرن مواد خوراک پیش خود بگیرن. اگر چند اتاقای سیار است بسته میگن اگر چند اتاقای سیار هم است خب مقصد احتیاط خود بکنن. علیکم دوستان عزیز، جور بخیر، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ امروز آمدیم سالنگ. میریم طرف ولایت های سمت شمال. این برباری هم از هوا هم زیاد سرد است. انشالله میریم از راه ها، از تونل، از جایی که برف میباره، جایی که طوفانی است به شما ما تصویر می داشته باشیم. با ما باشین دوستان عزیز. خب دوستان ببینین اینجا وضعیت هوا را شما ببینین. خب یک برف مقبول هم میباره، اما احتیاط. کسایی که میان کوشش کنین در را زیاد احتیاط کنین. کسایی که نه میان نابلد هستن چند بسته کنن ضرور است یا نه؟ آخر بازار است در خدمت شما است. چند بگیرن مواد خوراک پیش خود بگیرن. اگر چند اتاقای سیار است بسته میگن اگر چند اتاقای سیار هم است خب مقصد احتیاط خود بکنن دیگه. ای برادر ما را دیدین دمیجا از برف خنکا در اینجا، یعنی خب مشکلات اقتصادی است. اگر شما اینجا وضعیت ببینین هوا بسیار سرد است. هوا را که شما ببینین یعنی قدر سرد است اینجا. خب اما لازم مشکلات اقتصادی میجا صبح تا شام نمیجا هستن در میخونن. بریم ان شاء الله تصویرات دیگه به شما میداشتم باشه.
نلخوله ده دوری ډیر باد ته لګیږي دوری شمال ته ډیر تیز باد ده دکانونه دي دلته دلته بیخي نو واوره بیخي زیاته تیزه ده یخ هم ډیر ده ګورئ دا د سالنګ ماحول دلته چې راځئ خصوصا په ژمي کې ډیر به احتیاط کوو بیخي زیات به احتیاط کوو جان جور است بخیر هستی چطور بسیار زیاد نشده یک کمی پیش بی یکی تصویرت بیر سلام علیکم جان جور است بخیر چی است بابا نامک چی است نامت چی است نام جهانگیر همیشه وظیفه داری وظیفه دارم چه خواهد میشه کار باید میکنی یک 13 سال شده ماشاءالله خیلی خودت دیگه از ما خدمتگارای واقعی وطن هستی دیگه دایی خنک و وطندارا چی بخش پیش میبری خودت اینمی مراقبت این تونل و این گالوری و اینجا تشکر کن تشکر خدمتایتون قابل قدر است زنده باشین بخیر باشین ما در دان تونل آمدیم در یک دکان اینجا ماشاءالله این است این دکان هم گرم هستن باش که این دو تا کاکای دیگر باش نشانتم نه دیگه اینجا که شما در خونه هستین خب اینجا این بیادر سلام علیکم بیادر خوب هستی؟ جانت جور است بخیر هستی؟ نامک چی است؟ وحید الله اینجا دکان خودت پیش میبری کار شد خب چه خواه میشی هستی؟ 8 سال میشه 8 سال خب چیزا دیگه تجربه داری طوفانا و برف‌کوچا و چیزا داریم خب چی رقم است حال تونل وضعیتش قبلا بسیار خراب بود نه حال خوبتر شده کمکی حال خوب شده از کنکریتش کردیم برابر شده از دیگه از سابق کده بسیار خوب شده خب این کسایی که در ایران می چی گفتنی داری بیا چی کنن باید این موتروانا دریورا کسایی که نابلد هستن چی کنن چی نکنن باید در روزهای طوفانی و برفباری احتیاط کنن دیگه اینجا بسیار سایه خطر دارد طوفان از تاریک میشه سرد است چین و زنجیری دوری چیزا مجهز باشن دیگه خب اینجا شاید اکثرت موتروانا باشه بدون چین هم میرن میرن نه ما سرزوری میکنن باید این کار نکنن نابلد هستن باید گپ مردم و کسایی که میجا هستن پورا مسئولینش باید بگیرن اکثریتش در فکر از گپا نیست مگم خانه وصول است خانه سالنگ از روزواری سالنگ خب اینجا باز شب و روز هستین شب روز هستیم چه خانه چی وقت میرین یک هفته بعد 2 نفر هستیم نوبتی داریم میشیم خب چطور کار و بار میشه چیزی یا نه خدا را شکر است میشه دیگه خب برو شکر است جور آرام باشی بیادر بخیر باشی کاکا چطور هستی شکر الحمدلله خوشخوی معلوم میشی چی از نامه کرد محمد اکرم خودت هم در دکان هستی دیگه بله چه کار میشه خودت دیگه هستی من کارمند پای روشن هستم یک 15 سال میشه دیگه هستم خب هم در روشن کار میکنی هم در دکان داری نه دکان ندارم اونجا پای روشن هستم خب چطور است خدمات روشن اینجا کار میده خوب است خب خب خیلی 15 سال میشه پای روشن هستی خودت هم جاتو میشه خیلی هستی اینجا آرام باشی خب این دوستان شما دیدین که تا یک 8 سال یک 15 سال بسیار تجربه داره شما دوستان کوشش کنید در ایران که می آمدین چین و مواد خوراکی چیزا داشته باشین چون یا بیشتر تجربه را داره تجربه چپه شدن و تکر و چیزای موترها و خصوصا طوفان‌ها اینجا میشه اینجا تو میشه که 1 متر راه را شما دیده نمیتونین میران شما بسیار زیاد کوشش کنید در ایران زیاد احتیاط کنید
خصوصا کسایی که نابلد از دفعه اول دومش از سودریوارم خیر چاره میکنن، اما کسایی که نابلد است یکم که احتیاط کنین در ایران. خب تشکر از توصیه مسئولین توی کارم بگو مثلا توجه داشته باشن. اینطوری که مثلا غفلت کنه هر کدام. هر چیزی که مثلا مسئولین قوی کار که راهنمایی میکنه به راهنمایی از او گوش بده. اکثرتشون گوش هم نمیکنن. نه هیچ تو کسی هست که دین روز نمیجه یک جنجالک شد به خدا قسم این تفنگ کشیدن سر از او. سر مسئولین قوی کار. خب که میزنه تو چطور میشه چنا میشه گفت من به خاطر خودت میگم میزنی بزن. نه اینی چیزا دیگه باز خوب نیست نه. یا کوشش میکنن که جان ما مثلا در امان باشه. خب یک راهنمایی یک توصیه میکنن راهنمایی میکنن که این مشکلات از بیادر بینی توصیه های ما گوش بدی. ولی کسی اکثریت هست که در قصه گپان سرزور هستن. یعنی سرزوری دیگه باز خودشان نقص میکنن. خودشان خودشان چی که 4 تا دیگر هم دبلا میدن. با خودشان خوب در قصه زندگی نیستن. هم 4 یک موتر دیگر که میزنه زندگی از رو تباه بله با خودشان گپم و نفرا میگه سرسبیل از دیگه. بله خب تشکر کاکا جان. زنده باشید. کاکا باش کم اینی کاکارم. اینی کاکام تو کجا کار میکنی؟ ما اونجا مدیر کاریز میکنیم. خب پای کار است یا نه؟ نه کارگر هستم. خب باز چند بسته میکنی؟ چطور کار میشه نه؟ خدا رو شکر میشه باز روز 2 ساعت 3 ساعت. چند هم سودا میکنی؟ نه چای نداریم که را بسته میکنیم. خب باز موترونا بسته میکنه نه میکنه؟ این نداشته باشه ما مجبوری بسته کنیم. خب دوستا ما چون که قبلا هم گفتم کوشش کنین همین چای نه سر از همی دوستا بسته کنین چون دیگه کار نیست. خیر 50 افغانی و 100 افغانی با ما شما معلوم نمیشه. با امرای یک همکاری میشه. امورا خودتان بسته نکنین. امورا سر دوستا بسته کنین چون هم مشکلات اقتصادی از یا حل شوه و هم موترتان با شکلی که یا درست بسته میکنه خوبتر موترتان بره. خب تشکر کاکا. بخیر باشید. زنده باشید. بخیر باشید. خداحافظ. خب دوستان دیدین اینجا شمال خو ببینید. دیگه باید خدا بکشید دیگه باز برف زیاد میشه.
خو تاسو ول د واورې خطر چې نه موږ کته سولو یا خک چې وضعیت خو یې څومره ګډوډه و ډیر تیز شمال و هیڅ درېدل نه کېدل خلاصه نو زه مخکې کته سولم چینونه مې خلاص کړه او ډیر تیز شمال و یاره دومره یخ و آفرین دغه کسانو دلته دوی کار کوي رسل آفرین زر آفرین والا دومره تیز شمال دومره یخ اوس روان یاستو نو وړاندې لاړ شو نورې ساحې به موږ ووینو وینه خطر ساحې نه تقریبا موږ کته سو دا ګولۍ 5 د ګولۍ 5 ورته وایي څو ګولیانې دي 5 ګولیانې دي او ډېر خطرناکه ګولیانې سره شیبیانې کته کېږو نو انسانان خو ډېر چیګه باندې ده که نه نو اوس روان یم مخکې به لاړ شو ورسې واوره اخوا ته مسته ده که نه دجې پورې خو انشاءالله یخک دجې پورې خلاص چینونه هم خلاص کړه نو اوس به ځو کتل کوي زموږ سره اوسئ نورې ساحې به هم تاسو ته ښکاره کړم انشاءالله ښه ډریوري به هم کوو یا موټرواني به هم کوو نو تصویر به هم تاسو ته ښیم زموږ سره اوسېږئ موږ تنها مه پرېږدئ او رښتیا چینل مقصد در سره سبسکرایب کړئ کمنټ لایک دا شیان بیا یادونه وځي
راکته سره دوشاخ وای درته هلته دې ته دوشاخ وای پل دوشاخ هلته هوټلونه دي دوکانونه دي افغان څارنګ نه چې راکته کېږي نو بیا همدغه موقعیت کې خلک ډوډۍ خوري موټر میځي او داسونه منځونه دلته کې نه وړاندې هم ځایونه شته خو موږ به انشاءالله مخکې لاړ شو مخکې ځای ته هلته به لمونځ به وکړو ډوډۍ به وخورو نور تصویرونه به انشاءالله هغه ځای نه تاسو ته ښکاره کړو دلته وایي بس دغه هوټلونه دی دغه ځای کې بیا ښه ډوډۍ ورکوي ډېره کته نه اوس ننوځو بغلان صنعتي ښار ته وینئ بغلان صنعتي ښار ته ننوتلو او دې ځای نه بغلان نه به هم دلته تصویرونه وړو ګورئ تاسو اوس دلته هېڅ شی نشته واوره باران شی نه ورېږي هم راورسېدو د پلخمري ښار ته ستا له خیر سره بس طوفانونه خطرونه واورې یخکونه په خیر سره تیر سو او په خوشحالۍ سره موږ راورسېدلو د پلخمري ښار ته تاسو د پلخمري ښار یو لنډ تصویر هم در سره وګورئ آهسته راورسېدو د بغلان مرکزي ولسوالۍ ته
شپه هم ناوخته ده او نورې خپرونې به انشاءالله تاسو ته لرو. تر دې دمه چې له موږ سره وئ نړۍ مننه. زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ هم له یاده ونه وځي. الله مو مل شه.